سلام خدمت همه دوستان. خب قبل از اینکه عمیقاً وارد بحث رنگ اسپری بشیم، احتمالاً چند چیز وجود داره که باید در مورد قوطی اسپری یاد بگیرید. اسپری های رنگ چیزهای بسیار جذابی هستند. این قوطی ها ترکیب زیبایی از مکانیک، شیمی و فیزیک هستند که به طور کلی میتونن به شما کمک کنن سریعتر و تمیزتر نقاشی کنین. رنگ های مایع کثیفکاری و سختی زیادی دارن، اما در مورد اسپری یادگیری نحوه کنترل قوطی تنها بخش چالش برانگیز است. به محض اینکه این بخش رو کشف کردید، کار شما بسیار ساده میشه. در ویدیو بعدی در مورد نحوه استفاده صحیح از این قوطی ها بیشتر صحبت میکنیم. اما امروز میخوایم در مورد اینکه این قوطی ها چگونه کار میکنن و چرا مناسب ترین ابزار برای نقاشی دیواری هستن حرف بزنیم. من مدرکم رو در رشته هنر گرفتم، اما واقعا تا چندین سال بعد از فارغ التحصیلی چیزی از رنگ اسپری نمیدونستم. واقعا کاش زودتر به این موضوع پی میبردم. همین دلیله که من اینجام تا چیزهایی که یاد گرفتم بهتون آموزش بدم. پتانسیلی که رنگ اسپری برای چسبیدن به هر سطحی داره کار شما رو بسیار آسان‌تر میکنه. رنگ اسپری که به عنوان رنگ آروسول هم شناخته میشه، مخلوطی شگفت انگیز از رنگدانه، حلال و رزینه که در یک ظرف تحت فشار ذخیره شده. بنابراین در بالا شما کلاهک رو دارید که به عنوان نازل هم شناخته میشه. اسمای مختلفی براش هست، اما ما در اینجا اسمش رو کلاهک میذاریم. پس این کلاهک هست. در اینجا یه دیاگرام داریم تا به شما نشون بدیم در مورد چه چیزی صحبت میکنیم. زیر کلاهک یک حلقه فلزی وجود داره و بعد از اون دونات. سوپاپ قسمتی است که کلاهک یا نازل در واقع بهش متصل میشه. لوله یا نیل قسمتیه که رنگ از اون عبور میکنه تا از قوطی خارج بشه. قوطی های اسپری معمولا دارای یک یا دو گلوله فلزی کوچک هستن که به مخلوط کردن رنگدانه، حلال و رزین کمک میکنن تا یک اسپری زیبا و یک نواخت ایجاد بشه. این همون چیزیه که به قوطی اسپری صدای جغجغه میده. وقتی که کلاهک فشار داده میشه، فشار هوای داخل باعث میشه که گاز مایع به جوش بیاد و تبدیل به بخار بشه. بعد رنگ از نی به بیرون شلیک میشه. هنگامی که رنگ از کلاهک بیرون میاد، حلال به سرعت در دمای اتاق تبخیر میشه و رنگ رو به یک غبار ریز و یک دست تبدیل میکنه. وقتی قوطی اسپری میشه، تمام ذرات ریز رنگ به طور مساوی توزیع میشن، چون همگی دارای بار مثبت هستن و در حین خروج از قوطی یکدیگر رو دفع میکنن. و از اونجایی که جسم مورد رنگامیزی همیشه دارای بار مخالف هست، رنگ اسپری به سطح میچسبد و میتونیم اون رو در رایه‌های صاف بدون ضایعات به کار ببریم. به همین دلیله که تکان دادن قوطی خیلی مهمه. اگر رنگ و رزین ته‌نشین بشن، به نسبت‌های نامساوی بیرون میان که این باعث جمع شدن رنگ و احتمالاً گیر کردن رنگ در نی میشه. اگر این اتفاق بیفته، احتمالاً قوطی دیگه هرگز کار نمیکنه و شما میمونید و با این قوطی 7 تا 10 دلاری که خریدید. این افتضاح، من میدونم. خب پس اسپری از نظر فنی در یک ظرف تحت فشار ذخیره شده. بنابراین کاری که واقعا میتونید انجام بدین اینه که قوطی رو تیکه پاره کنید. اما من اینو توصیه نمیکنم، راستش اصلا ایمن نیست. پس این کارو نکنین. من دیدم که برخی افراد این کارو توی ویدیوهای تیک تاک انجام میدن. خیلی جالبه، اما کنترلی وجود نداره، بسیار خطرناکه. خب انواع مختلفی از اسپری رنگ وجود داره که میتونید از اونها استفاده کنید، اما من از این رنگ اسپری نیترو اکریلیک استفاده میکنم. اگر میخواهید در مورد انواع مختلف اسپری رنگ موجود بیشتر بدونید، میتونید وبسایت دوپلیکالر رو ببینید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدین. واقعا امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و چیزهای هرچند کمی از اون رو یاد گرفته باشید. اگر سوالی دارید لطفاً در دایرکت با ما در ارتباط باشید و تیم پشتیبانی ما در اسرع وقت با شما تماس میگیرن. اگر از این ویدیو لذت بردید لطفاً روی دکمه لایک کلیک کنید. من واقعاً قدردان شما هستم.